مرزیم ماه شریفова 72 سال دارد. همسالان او بر طبق فرهنگ دهه‌شان بیشتر گوشه‌نشینند، روزگارداری کم میکنند. میگویند با پیری مراسا کردند. در فیلم قدیم گوجوشی پیش قدم دی مردم یک جو کردگی. این خدایی را فهموند است داده است همه علم در کلش ما را گمراه کردگی نمیدونیم. برای همسایه ها خاله همکاره و دعاخوان مرکه هایشان هست. از همه مهم علم دوست و یاوری کودکان همسایه. همه درس را ایشونشون میدن میفهمه میدونه. و به قول مردم ده یک پیرزن با اندیشه های مدرن هم هست. 2 ماه است پیش نبیره‌اش درس انگلیسی میخواند و میخواهد به امریکا کشور آرزوهایش سفر کند. کتاب خونده استادم بعد یکی مامان اومد خیلی بچه‌ام بیان مرا درس دادن ما حیران شدیم بعد گفتم خانم شما پیر شده زبان انگلیسی را می‌آموزین چیکار میکنین؟ میگم من میخوام که میرم همین زبانی امریکا را تماشا کرده بیام. مرزیم ماه باری هم از تاجیکستان بیرون نرفته است. درباره امریکا از تلویزیون فهمیده است و با هوس درباره‌اش گپ میزند. همه امریکا را دیدم از درجه امارات‌های بزرگ شهر تازه آباد آزاد مردم اولفته لباس مردم آزاد و من مردم آزاد خیلی که همون چیشون هست همون رفتار دارن گستان دارن هوس میکرد همونجا همون خونه همون تجوی روا برات قوات با قوات گفتن این مردم در این قطعه بلند خیلی زندگی میکرده باشن کاش یک بار برم همونجا را ببینم. حالا هر کلمه آموخته‌اش را تکرار میکند. معلم نابالغش میگوید که شاگرد خوب است. من از اینش هم قدر تیزی است که ای طلبای ما ده ای هم خورساله ما ده هم خورساله ما را هم قدر میفهمونن یا نمیگرم مومای من عده بار میخونیم در کلاش تیزه یا نگرم ما حیران نشیم بعد یورده میتیم. مرزیم ماه یتیم به وای رسیده است و در 14 سالگی خلاف خواهشش او را از مکتب گرفته شوهر دادند. بسیار گریسته بود. ما یاد ندارم که 4 گرفته باشم از زبان روسی از زبان تاجیکی همون انگلیسی نمیخوندیم نه همه یک انگلیس اومد بود 1 2 3 4 5 همه را اولم در یاد میاد. ما بسیار طلبه فعال بودم مکتب راستی که خویشاوندان و دوستانش میل مامه مرزیم ماه به آموختن زبان انگلیسی و آرزوی سفرش به امریکا را فهمیده آن را هوس پیرانه دانستند، جدی نگرفتند. گفتیم شرم نمیکن در این سال تو این روز توفقای میمبری چولم زبان انگلیسی یاد میگیری میگم چی میرم تماشا امریکا. مرزیم ماه شریفova میگوید انسان در همه سن و سال به دانش احتیاج دارد و نباید از آموختن دست کشد. اراده‌اش قوی است و میگوید حتما موفق می شود و روز امریکا را هم میبیند. گرچه که سال ما نوبسته به او ترجمانم که باشه لیکن من هوس دارم که همین کارا بکنم بتونم و بکنم امیرم. همین میگه که آدم که هوسمند هیچ وقت ناامید نمونده چرای زندگی نمیمونه. چه هوس اون که داشتی به هوس البته را میرسی. مواره خدم دارم.